استاد بپرس. من خوردن گوشت خوک از نگاه دینمان حرام است که استاد؟ بله هجری. استاد روغنش هم حرام است که؟ بله هجری. خیر نباشد استاد گریپ خوک شدن حرام است؟ چی؟ استاد زکام خوک شدن حرام است؟ وای هجری این چه سوال است؟ مگر آدمان برای زکام خوک شدن بسیار خواهشمندند؟ نفهمیدم استاد. هجری تا زمانی که گوشت خوک نمیخوری یگان مشکلی ندارد. اگر خوک تو را خورد این اکنون جوابگری خوک میشود. فهمیدم استاد. مرا خوردن خوک مشکلی ندارد. خیر استاد آخر من مرا خوردن خوک رو نپرسیدم، زکام خوک رو پرسیدم. و خدا که هجری آن شخص مشکلی زکام میشود. استاد کمتر وسیع‌تر شرح دهید نفهمیدم. آنا بین هجری تا وقتی گوشت خوک نخوردن مشکلی ندارد. زکام خوک شدن باشد حرام نیست، اما تو بر زمین احتیاط بکن یعنی زکام خوک نشود. خدا از شما راضی باشد. از تو هم راضی باشد. زکام خوک نشود که حرام است. زود باش هجری به نماز دیر میمونه. مرحمت استاد.